مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه منم داشمی های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. موضوع این قسمت برنامه پشت پرده ماجرا و جنجال عجیب و غریب علی دایی و دخترش هستش که این روزا حسابی فضای مجازی رو به هم ریخته و عنوان شده که دختر علی دایی دنیز که در حال حاضر در انگلیس زندگی میکنه از همسر دوم علی دایی رونمایی کرد و پرده برداری کرد و افشا کرد و خلاصه از این واژه‌هایی که زیاد میشنوید که امروز راجع به این ماجرا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم که آیا علی دایی یه بار ازدواج کرده، 2 بار ازدواج کرده، 3 بار ازدواج کرده، 5 بار، 10. خلاصه راجع به آمار ازدواج علی دایی اسطوره فوتبال ایران با شما صحبت خواهیم کرد و راجع به گذشته ایشون همین نکاتی رو به شما خواهیم گفت. ماجرا از اونجایی آغاز شد که علی دایی که عموما کم مصاحبه میکنه اومد و یک مصاحبه رو با عادل فردوسی پور که به نظر من محبوب ترین مجری حال حاضر ایران هستش رو انجام داد. عادل فردوسی پوری که اصولا ایشون هم خیلی کم ظاهر میشه در فضای مدیایی، خصوصا بعد از تعطیل شدن برنامه 90 و اختلافش با علی دایی که چند وقتی رو رفت شبکه ورزش و حالا هم یک برنامه رو در بستر اینترنت داره منتشر میکنه. در اولین قسمت از سری مصاحبه‌های تصویریش مصاحبه رو با علی دایی انجام داد، مصاحبه‌ای که میلیونی در کمتر از 24 ساعت در شبکه‌های مجازی ویو خورد، دیده شد و بازخوردها و فیدبک‌های خاص خودش رو هم داشت. عموما عادل فردوسی پور هر کاری رو انجام میده همیشه پر مخاطب هستش و محبوبیت بی‌نظیر بین مردم داره. علی دایی هم خب اون ویدیو نگاه استیل گنگش و خلاصه حضورش در مراسم قرعه کشی جام جهانی به عنوان افتخار ایران همیشه از ایشون یاد میشه. علی دایی که متولد 14 بهمن 1348 هستش که البته توی شناسنامه‌اش اول فروردین 1348 ثبت شده به خاطر فوتبال و چیزهای مختلف و میشه گفتش که در حال حاضر پولدارترین شخص ورزشی حال حاضر ایران هستش که عموما بیزینسمن هست و در چند تا از کمپانی‌های مختلف ورزشی فعالیت میکنه و از اون طرف عضو اتاق بازرگانی ایران هستش و در آخرین کار مثبتی که معدود کارهای مثبتی که شهرداری تهران انجام میده 15 تیر 1400 یه دونه اتوبان هم که منتهی میشه به ورزشگاه آزادی به نام علی دایی نامگذاری شد. چندین تا ورزشگاه هم توی ایران به نظر من برای علی دایی که این همه کار مختلف هنری کرده و حقش هم هست به عنوان قسمتی از تلاشی که علی دایی کرده برای تشکر نام این ورزشگاه ها رو به اسم علی دایی ثبت کردن. اما این دعوا و جنجال هایی که این چند روزه در فضای مجازی حسابی سر و صدا به پا کرد مصاحبه‌ای بود که عادل فردوسی پور با علی دایی انجام داد. در قسمت دوم این مصاحبه عادل فردوسی پور در خصوص زندگی شخصی علی دایی ازش میپرسه. عموما مردم ما دوست دارن راجع به زندگی افراد معروف و مشهور بدونن و علی دایی میگه که من موفقیتم رو و همه آن چیزی که در دنیا و زندگی اصطلاحاً دارم با خانومم مشورت میکنم و به نوعی ایشون به من کمک میکنه. بریم ببینیم یکی از مصاحبه رو. میگم کارهایی که اکثر کارهایی که من کردم یا میکنم با مشورت با خانوممه. البته این مصاحبه طولانیه، ما خیلی تیکه تیکه سعی کردیم که یه قسمت‌هایی از این مصاحبه رو اصطلاحاً جدا کنیم و برای شما راجع بهش صحبت بکنیم، تیکه‌هایی که حسابی حاشیه ساز بود. و اومد علی دایی اشاره‌ای کرد به ازدواجش و گفتش که من فقط 1 بار ازدواج کردم، چون در رسانه‌ها عنوان شده بود که علی دایی 2 بار ازدواج کرده و تأکید کرد، ببینید اینا نکات طلایی این مصاحبه هم بود، تأکید کرد که 1 بار ازدواج کرده. بریم اینو هم ببینیم. اینو باید بگم که من تو زندگیم 1 بار ازدواج کردم.
این مسئله که من 2 بار ازدواج کردم و فلان و بیسار به هیچ عنوان درست نیست. و البته جلوتر علی دایی یه تاکید دیگه هم کرد که 2 تا دختر داره، دنیز و نورا. اینا همه نکات مهمی هستش که به عنوان تیکه‌های پازل من میخوام برای شما جدا بکنم. بذارید کنار، میخوام یه توضیحات جلوتر به شما بدم که اصلا این جنجال از کجا شروع شد. ببینید این رو هم. 83 ما ازدواج کردیم و من الان تو زندگیم 2 تا دختر دارم که این 2 تا دختر همه چیز منه. و البته نکته مهمترش این بودش که عنوان کرد که دنیز 16 سالشه و نورا 11 سالشه، یعنی دنیز متولد اینجوری که خودش گفته 1385 86 بعد باشه، نورا هم 1390 و عنوان کرد که من 2 تا دختر دارم، یعنی هر 2 تاشون رو توی یه دونه ظرف قرار داد و تأکید کرد توی این موضوع که 2 تا دختر داره. اینو هم ببینید. یکیش بزرگی که دنیز تو انگلیس داره درس میخونه، کالج میره، انشالله سال دیگه 1 سال دیگه دانشگاه میره. بله، این تأکید علی دایی که 2 تا دختر داره، نمیدونم یه بار ازدواج کرده، این دخترش مثلا 16 سالشه، اون یکی 11 سالشه، اینها همه نشونه این هستش که علی دایی آدم خانواده دوستیه و توی صحبتاش هیچ وقت به 2 بار و 2 تا زن گرفتن اشاره نمیکنه. چرا اصلا این قضیه مطرح شد و چرا عادل فردوسی‌پور این سوال از علی دایی پرسید؟ ماجرا از این قرار بودش که بعد از ازدواج علی دایی در سال 1383 خبرگزاری‌ها و سایت‌ها خبر زدن که علی دایی برای بار دوم ازدواج کرد و توی مراسم عروسی علی دایی مرحوم مهرداد میناوند بود، وزیر وقت بود، رئیس فدراسیون فوتبال و خیلی از بزرگان فوتبال ایران حضور داشتن. حتی فیلم‌ها، عکسای عروسی علی دایی هم لو رفت به نوعی و در شبکه‌های مجازی منتشر شد. با خانم وفا فراخ‌آزادی اگر اشتباه نکنم ایشون ازدواج کرد و خیلی هم ازدواج علی دایی به عنوان یکی از ثروتمندترین اشخاص ایران هم حسابی توی شبکه‌های مجازی وایرال شد. اما نکته‌ای که وجود داره دیگه، حداقل نزدیکان دنیز دختر علی دایی که در انگلیس زندگی میکنن و نزدیکان خود علی دایی میدونن که مادر دنیز خانم فراخ‌آزادی نیست، مادر دنیز یکی دیگه است و مادر نورا یکی دیگه است. یعنی علی دایی 2 تا بچه از 2 تا مادر متفاوت داره، یعنی 2 تا زن متفاوت. اینجوری باید بگیم، چقدر قاطی پاتی شد. یعنی دنیز یه مامان داره، نورا هم یه مامان دیگه داره. یعنی علی دایی طبق فرمول ساده باید 2 تا زن داشته باشه که توی خبرگزاری هم اومده بود که سال 1381 علی دایی پس از فوت پدرش با دختری به اسم مریم ازدواج میکنه. حاصل این ازدواج هم میشه به دنیا اومدن دنیز، اما میگه که بالاخره این 2 نفر نتونستن با هم دیگه بسازن. دنیز به همراه مادرش مهاجرت میکنن امریکا، بعد از اون هم میرن انگلیس. اما وقتی علی دایی میاد تأکید میکنه که 1 بار ازدواج کرده، این به مزاج دنیز خوش نمیاد. دنیزی که به حال دختر علی دایی هستش، علی دایی که همیشه به باهوش بودن معروف بوده، دنیز میاد یه دونه پست اینستاگرامی منتشر میکنه و توی این پست نکاتی رو میگه که عملاً حرف پدر خودش رو نقض میکنه. البته با یک ظرافت خاصی و به صورت غیر مستقیم به مخاطبان میفهمونه که مادرش یکی دیگه است، چون خیلی فکر میکنن که نورا و دنیز جفتشون از یه مادر هستن و دنیز حالا مهاجرت کرده رفته انگلیس. پستی که دنیز منتشر کرده بود توی صفحه اینستاگرام خودش این بود، میبینید روی تصویر. امروز داشتم به این فکر میکردم که چیزی نمونده که 18 ساله بشم و نشستم عکسای بچگیمو دیدم که اینو پیدا کردم که خیلی هم دوستش دارم. فکر میکنم عکس تولد 1 سالگیم باشه که اتفاقا روزش هم با تولد مامانم یکی، 20 شهریور. خواستم با این عکس از اینکه همیشه هم دوستم بودی هم مامانم ازت تشکر کنم، مامان مهسا جونم.
مرسی بابت همه سختی ها و از خودگذشتگی هایی که واسه من کردی، دوستت دارم. خب ببینید این نشان از هوش دختر علی دایی دنیزه که اولا اومده به صورت غیر مستقیم گفته که من داره 18 سالم میشه، یعنی 16 سالم نیست و مامان من اسمش مهسا و عکسی از تولد 1 سالگیش رو داره نشون میده و به نوعی داره از مامان خودش هم تشکر میکنه. بریم یه نگاه هم بکنیم، میتونیم یه چند تا از عکس مامانش هم بهتون نشون بدم. مریم که در اینستا آیدیش البته یه چیز دیگه است، حالا بعدا سعی میکنم که اگر فرصتی بشه آیدیش رو هم برای شما بذارم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که علی دایی راست گفته. حالا شاید شنیده باشید که تو ایران میشه راحت صیغه کرد، یعنی به نوعی همسر اولش صیغه بوده، یعنی ازدواج نبوده، یه دونه حالا ازدواج موقت بوده دیگه، ازدواج رسمی نبوده و گویا همسر اولش صیغه بوده که حاصل اون میشه دنیز و ازدواج رسمیش ازدواج دومش بوده که سال 1383 بوده و میشه اینجوری عنوان بکنیم که علی دایی یک بار فقط توی شناسنامه ازدواج کرده. شاید صحبتش در این مصاحبه ازدواج شناسنامه‌ای بوده که خانم وفا فراخ‌آزادی رو گرفته و اون ازدواجی که حالا توی ایران به عنوان صیغه ازش یاد میشه ازدواجی بوده که سال 1381 داشته و رسمی نبوده. وگرنه همه نزدیکان علی دایی و همه نزدیکان دخترش دنیز که تا این لحظه‌ای که الان من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 185,000 نفر دنبالش میکنن، میدونن که مادر دنیز یکی دیگه است. ولی علی دایی الان نشون میده که بسیار آدم خانواده دوستیه، یعنی دختر اول خودش که از همسر اولش بوده و دختر دوم خودش که از همسر دومش بوده رو دوست داره و هر دوی اینا رو توی مصاحبه ازشون نام میبره و ازشون یاد میکنه که این دوتا هر دوتاشون دختره من هستن و تفاوتی با هم دیگه ندارن. اینا باید نکاتی باشه که باید دقت بکنیم، ولی باید منتظر حالا واکنش علی دایی هم باشیم احتمالاً تو این چند روز نسبت به این اتفاقاتی که افتاده. ولی من چیزی که خیلی وقت پیشم شنیده بودم این بوده که علی دایی خیلی مادر دنیز رو بهش توجه میکنه، دوستش داره و هزینه‌های زندگی دنیز رو هم پرداخت میکنه و یعنی اکثر هزینه‌های زندگی دنیز توی لندن. این چیزی بوده که من شنیده بودم از نزدیکان علی دایی. حالا بعد ببینیم که دنیز خودش و مادرش نسبت به این صحبت‌ها چه واکنشی نشون میدن. پیام داده بودم به مادرشون که اگر صحبتی داره جوابی داره بده، گویا پیام منو نخوندن. حالا اگر بعد از این ویدیو خوندن میتونن جوابی بدن، من هم در ویدیوهای بعدی حتما منتشر خواهم کرد. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون.